به نظرتون میشه با هوش مصنوعی 20 سوالی بازی کرد؟ فکر نکنم. چرا؟ میشه. کی میخواد حدس بزنه، کی میخواد بپرسه؟ اول اینو من بدونم. نمیدونم. میخوای اول تو شروع کنی؟ فرق داره پارسا مثلا میخواد سوال بپرسه با اینکه تو سوال بپرسی فرق میکنه. فرق نمیکنه. من شروع کنم. شما شروع. شما سوال میپرسید. بله. میزنم به 10 هیچ. خب کلمه تمومه. زدم 10 هیچ تمومه. بودو بینه. چی داره انتخاب میکنی یا تایپ میکنی؟ مهم نیست. سریع پیداش میکنی. تو بگی. الان من سوال 12 دستاشم پیدا نکردم. خب آماده ای؟ بله. برو بریم. آقا بریم سوال اول. این هم بهتون میگم که توی این مرحله تک کلمه ایه. کلمه اونقدر سخت نیست ولی اونقدر هم آسون نیست. ایول. برو. جانداره یا بیجان؟ بیجان. هی بیجان. اولین سوال بود. صحبت من افتاد. خب برو. یادم رفت. بیجانه. اشیاء یا خوراکی؟ دوتاش بیجانه دیگه. درسته. اشیاء. این یه چیز بودش، این یه مشکل. اشیاء. داخل خونه پیدا میشه یا بیرون از خونه؟ خیلی دارم قشنگ بازی میکنم. بابا باری کلا. هر دو جا. لاش درنید بگه خیلی دارم نزدیک میشه. هر دو جا. بیجان. الان تو بعد از هر سوال پارسا میتونی حدس بزنی. میتونم حدس بزنم. اوکی. سوال 4. تو جیب جا میشه؟ نه خیلی بزرگتره. سوال 4 خیلی بزرگتره. من چند تا سوال دارم؟ 10 تا سوال داری. اگه تونستی تو این مدت یه کاری بکنی که امید نتونه حدس بزنه، بعد از سوال 10 خودت حدس میزنی. اگر هم امید تونست بعد از هر سوال تو حدس بزنه که امید میبره دیگه. یه سوالی، الان درخت جزو اشیاء حساب میشه توی این بازی یا نه جزو جاندار؟ درخت جزو جاندار. نه گفتم شاید آخه این اشیاء متوجه بشه. همونطور که گلبرگ جان داره درخت هم جان داره. اوکی. خیلی بزرگتر از جیبه. دو تا جام پیدا خیلی میشه. هم که الان داره این چیز میکنه خیلی هم بزرگتر نیست. ایول. بستگی به جیبت. خب برقیه یا بدون برقیه؟ یعنی با برق کار میکنه؟ برقیه. همون برقیه منظور همون بود. گفتم خیلی کوتاه. برقی است. اون از تو باهوش‌تره. بله میتونه با برق کار کنه. برق هم میتونه با برق کار بکنه؟ بیشتر با برق کار میکنه. نوشته که بله میتواند با برق کار کنه ولی شما حساب کنید که با برق کار میکنه. یعنی من ندیدم بدون برقش رو کار کنه. یخچاله. تو نمیتونی حس بزنی. یخچال بی برق؟ لامپه؟ نه. مگه نمیگی فقط با برق کار میکنه؟ سوال 5 رو بپرس. با برق هم میتونه کار بکنه. خب لامپ بدون برق هم میتونه کار کنه. آره شارژی، لامپ اضطراری. خب با برق شارژ شده که میتونه الان. خب نه دیگه، ولی با برق مستقیم کار نمیکنه. برق همون باتریه دیگه نه؟ برق دیگه منظورش اینه که برق لازم داره تا اجراش. حالا میتونی انرژی الکتریکی. سوال 5 بود پرس. الان سوال 6 کاربردش؟ نه کاربردش نمیگم من. نگو. کاربردش بگم. اینم بهتون بگم چون من قوانین رو اول بازی نگفتم. اینم بگم که شما فقط اینجوری نیستش که میتونید بعد از حدس 10 حدس بزنید. یه کارت داریم مثل گل یا پوش که سعی مفت گنجیش مفته. تو هم میتونی یه بار توی هر مرحله استفاده کنی ازش. یعنی میتونی بگی که آقا من سعی مفت گنجیش مفت میزنم، یه حدسی میزنی، اگه درست بودش که خب میبری بازی، اگه درست نبودم هیچ نمیشه، دوباره امید میتونه حدس بزنه ادامهش بده. بعد چند تا، یعنی یه دونه کلا تو طول بازی دارم؟ آره یه دونه کلا تو طول بازی تو هر مرحله. حالا که هیچ حدسی ندارم. باشه
معمولا چرنگیه. خیلی من باهوشم. خودشون معمولا سفید یا فلزی. 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 فلزیه. سال 6 اومد. خودت هم بهش نرسی چه فایده داره؟ تو هم امتیاز منفی میگیری دیگه. والا حدس نداری تو واقعا بعد 6 تا اینم سوال بهت من بگم. تو حدس اینم داری؟ بهت بگم اگه پرسیدی تو سوال دهم نه تو تونستی حدس بزنی نه امید حدس بزنه، 2 امتیاز کسی که داره سوال میپرسه کم میکنم ازش، 1 امتیاز کسی که نتونست حدس بزنه. هم با برق هم بی برق. الان سوال 7م. تو جیب جا نمیشه، تو خونه است، بیرون هم از رنگش هم فلزی. تو یه خورده سوال پرس نزدیک بشو. میگم سوال خیلی نمیپرسه، دوری. کاربردش بپرس ببین چی آخه. کاربردش چیه؟ یا راحتی یا آره، بهتری؟ اوکی. خب ببین اگه این وسیله برای جریان و تعویض هوا در محیط‌های بسته استفاده می‌شود. تعویض من هوا. حدس دارم هواکشه. هواکشه. گفتم نباید بگم. مشکل از این نیست، مشکل از هوش منه. امید 1 پارسا هیچ. بپرس. سوال 7 بله. رسید. خب راند هنوز من گرم نشدم. فایت. بشین بغل بخوری. راند 2 فایت. من تو بغل بخاری گرم شدی؟ گرمم دیگه نه دیگه. 1 هیچ امید. جان داره یا بی جان؟ بیجان. بیجان. بی جان. بیژن. بی جان. اشیا یا خوراکی؟ نه، هیچ کدام. هیچ کدام. سوال دوم. نه اشیا نه خوراکیه. آره. اسم یه گیاهه. چرا یهو چرا رفتی یهو حالا اسم یه گیاه؟ والا بلدی بازی کنی یا بدیات بدم؟ نه، اشتباه هست. اشتباه. است. او گفت بیجانه، من قاطی کردم یه لحظه. آیا پوشیدنی است؟ پوشاک است. آره دیگه. خیر. خیلی سوالاتو داری همینجور. چند سال چنده؟ سوال 4مش. داخل خانه هستش یا بیرون خانه؟ ما بین خانه. نمیشه ما بین خانه، میمونه لا در تو خراب راهرو میشه. مثلا. راهرو بیرون خونه است. نه، مکان مخصوص به خودش ندارد. آها، هیچ مکانی مخصوص به خودش نداره. فهمیدم. حتما. مکانه؟ یعنی چی؟ نه زمانه. نه، محل نیست. سوال 6 بود امید. تازه الان جوابت سوال هم داد. هفتم نه داد. محل نیست. پارسا هم که قطعا هیچ حدسی نداره. نه بابا من پرتم. کاربردش چیه یا کجاها پیدا میشه؟ الان حدس میزنم برات. تا بذار بگه چیزی شد. این مفهوم در موقعیت‌هایی استفاده می‌شود که خطر وجود دارد و افراد می‌خواهند از خود در برابر آسیب‌های احتمالی مالی محافظت کنند. کلاشینکوف. یه بار دیگه بگو. بذار قبل از که بگم این موضوع بگم. کسی که داره حدس میزنه خب. و کسی که میخواد سعی مفت گنجش مفتو بزنه، هر کی زودتر بگه میتونه از اون چیز استفاده بکنه. خب اگه متوجه شدید بعد سریع به من بگید اوکی. که میخواد بگه. یه بار دیگه این جواب آخر میشه بخونی؟ این مفهوم پرسیدی که کاربردش چیه یا کجاها پیدا میشه. آره. این مفهوم در موقعیت‌هایی استفاده می‌شود که خطر وجود دارد خب و افراد می‌خواهند از خود در برابر آسیب‌های احتمالی مالی محافظت کنند. من حدس دارم سنگ مفت. سعی مفهومش گفته بگو. بابا برو ببینیم بابا. بیمه است؟ بیمه است. پارسا گوش نمیدی، واقعا خیلی چیز واضحی گفته. بابا من گفته یه بار چیز دیگه یه بار دیگه بودم. میخونم، یه بار دیگه میخونم. خیلی قویه. این مفهوم در موقعیت‌های منم قویه، آره اینم خواستم بهت بگم. تمرین نکرده میبرم. درست تمرین کردم بازم میبرم. خیلی قویم. این مفهوم در موقعیت‌هایی استفاده می‌شود که خطر وجود دارد و افراد می‌خواهند از خود در برابر آسیب‌های احتمالی مالی محافظت کنند. من رفتم تو فاز یه چیزی. چرا رفتی توی فاز یه چیزی؟ 2-0 امید.
میذارم تا خب. 3 بیاد از 3. تو مرحله دوم کلمه ها 2 تیکه میشه. یعنی مثلا ممکنه بهتون بگم کولر گازی، یا مثلا بگم که حیوان وحشی، یا مثلا بگم چه بدونم امید نور مهتابی، یه همچین چیزی بگم بهت. خب شل بگیرم یه دست ببری زایه نیست. خب در سفت‌ترین حالت ممکنه باش. بریم پارسا. بریم. آماده ای؟ بری. خب ما این دست برو بریم 2-0 عقبی. سوال اول. با این دست بزنی قوی تر. آره با این دست راست هم اصلیه. جانداری یا بی جان؟ میخوام انقدر تکراری بپرسم. خب که خودم نتونی حس بزنی. آره بیجان. بی جان. باز حداقل خوب مثلا امتیازات منفی نشده. بی جانه. خب بپرسم تو جیب جان. خب اون اول بازیه. بابا وایسا میخوام یه جوری برم جلو که آها. آره. همه دستا احساس نمی‌کنی همه دستا داری همینجوری بازی می‌کنی و همه دستا هم می‌بازی اینجوری؟ کلا دو دست استراتژی داری. عوض کن. الان عوض میکنم. عوض کن. تو جیب جا میشه. بله معمولا نه. معمولا نه. بله معمولا نه. ببین تو جیب جا میشه اگه بخوای جا کنی تو جیب جا میشه. جا بعد جا کردنیه. کردنی. جا ولی کردنی. معمولا جا نمیشه. معمولا جا نمیشه. تا سال داخل- 4 نتونی حدس بزنی. داخل خونه پیدا میشه یا بیرون خونه؟ معمولا خیلی مهمه. معمولا در داخل خانه پیدا میشه. معمولا. ولی یه خورده سعی کن چیز کنی. سومین سوالت بود. سعی کن یه خورده بیشتر نزدیک بشی به قضیه. خب بابا دسته‌بندیات یه خورده جمع‌تر کن. آها. اشیا یا خوراکی؟ آفرین. خیلی من باهوشم. خیلی. می‌بینی؟ بله. بله در دسته بندی مواد غذایی قرار میگیره. بنازم. مواد غذایی. خب بپرسم تو اتاق خواب پیدا میشه یا نه؟ من میخوام جوی حدس بزنم. الکی دیگه دارم. موزه. پفک نمکیه. نه. بس. به صورت خام میشه خوردش یا حتما باید پخته بشه؟ عشق میکنی سوالو. خیلی قشنگ گفت. باید پخته شود. بعد پخته شه. سوال پنجمت بودش. بعد پخته شه. اینم بهت بگم. یه ابیلیتی هم دارید. اونم اینه که بتونی 2 تا به تعداد سوالات اضافه کنی. تو به صورت پیش‌فرض 10 تا سوال بیشتر نمیتونی بپرسی. ولی اگه دیدی کلمه سخته یا دیدی تهش داری نزدیک میشی به اون کلمه که من انتخاب کردم، یه 2 تا سوال هم میتونی اضافه کنی. 10 تا 12 تا سوال داشته باشی. خب حل. سوال پنجمت. پختنیه پس. حدس نداری؟ من نه. خیلی. ولی همینجوری میتونم بگم دیگه مشکل نداره. بگو. لوبیا پلوه. نه قیمه پلو. جزو دسته غذاهای ایرانیه یا نه؟ اصلا اوف. واسه فهمیدی مگه غذاه. دیگه گفت پختنی چیه؟ حالا بذار میگه دیگه. میگه نه اصلا نیست. بله جزو غذاهای ایرانی است. ایران. سوال شیشم. یاد بگیر. قیمه نثاره. نه. بابا این شروع کرد دوباره. آقا من دارم حدس میزنم میتونم حدس بزنم مشکل ندارم. فقط در داخل آشپزخانه‌های خانه‌ها پیدا میشه یا نه آشپزخانه‌های بیرون از خانه هم هست؟ خیلی قشنگ خیلی سوال. قشنگ سوال این دست پرسیدی. خیلی قشنگ سوال بود. باریکلا. از این من 2 کلمه‌ای آپدیت. ولی در هر دو مکان پیدا می شود. ولی بیشتر آشپزخونه‌های داخل خونه نیست. ولی بیشتر آشپزخونه‌های داخل خونه نیست. اینو در نظر داشته باش. یعنی من آشپزخانه حدس بیرون خونه است. بزنم. حدس بزن. پراشکی شکلاتیه. نه. چیزی میگه انگار مثلا یه جا نوشته داره از روش میخونی. سوال دارم هفتم. حدس میزنم. حدس نه اسمش آخه میشه. چون چیز آره اوکی. سوال هشتم تو باید بپرسی. نزدیک شو به سوال. یعنی یه سوالی بپرس که چیزی بشه. نزدیک شو به کلمه. به سوال. اندازه‌شو پرسیدم تو جیب به جا سوال. میشه. بابا ول کن. گفتش بله. تو جیب جا میشه. معمولا جا بعد کردنی. جا کردنیه. جا آره. کردنی. مثلا میتونی لهش کنی بریزی تو جیبه. آفرین. یعنی اینم متوجه میشه که میتونی لهش کنی بریزی تو جیبت. حتی میتونی مثلا یه تیکش خیلی رو فقط باهوشه. بندازی. از تو گوش باهوشه. بده چی گفتم. ممکنه فقط یه تیکش رو بکنی بندازی داخل جیبت. اونجوری نه جا اونجوری میشه. کلش جا نمیشه. خب ولی خب ماهیتش رو از دست نمیده. حدسم زدم. حدس زدی. سوال هشتم تو بپرس باز. خب 3 تا سوال مونده که کل سوالات تموم میشه. آفرین. باش. طعم شیرین شور تلخ
سه تا میگه. میتونستی بپرسی چه طعمیه فکر کنم. چه طعمیه بود میگفت بهتر بود. حالا میخوام ریزتر شم. او حالا میگه شیرینه. شیرینی متوجه بگو دیگه اصلا متوجه شده اینم کلمه‌اش قف کردم از سوالم سخت. شیرینه. من حدس بزنم کیک شکلاتیه؟ نه. چه دسته ای از انسان ها اونو میخورن؟ بزرگسالا، نوجوانا یا پیرها؟ آره میگه همه موارد. اگه بگه پیرها میخورن چی میتونه باشه؟ مقامه‌ای. همه افراد در سنین مختلف میتوانند رد سنی نداره. استفاده کنند. بپرس برسیم بهش. این چه زهرماریه. خب بپرس تو کدوم گروه دست بگم غذاییه. سوال دهمته. پارسا میخوای از دو چیز استفاده آقا من اضافه کردم. دوتا رو اضافه کردی 11 12 اضافه کردی. زدم. کارتو زدم. دیگه. برو بریم. جزء کدوم دسته غذایی هستش؟ غلات. نون جوه. در دسته نان و غلات قرار می‌گیرد. سوال دهمت. من گفتم بربری برشته. بربری برشته نیستش. سوال 11 بگو اسم یه نونه. خب خیلی دیگه نزدیک میشم خب والا مثلا نون باگت هست، سنگک هست، لواش هست، بربری هست. اگه خواستی چیز رو آخه هست ندارم. این داره حدس منو میگه. خب عجب چیزی. وایسا همراه با اون چه چیزایی میشه خورد؟ نمیدونم چی باید بپرسم واقعا. حدس نزنی. معمولاً با پنیر، گوجه و چای سرو می‌شود. خوجی خیلی بد راهنمایی کرد. یه سوال دیگه داره. سوال خیلی 11 داره. تو یه حدس دیگه هم داری علاوه بر این حدسی که الان می‌خوای بزنی. بربری کنجدیه. درسته. حاجی میخواستم همینو بگم. خواستم کارتو بزنم بگم این دست. 3-0. من تو این شانس. یه دونه کلمه بده من بنویسم اول. سخت ترین چیزی که میتونی رو بنویس. شان نداره. 3-0 امید. بذار بگم چی بشه پارسا میبره. شرط خاصه. پارسا نمیبره کلا. البته اینو بهت بگم. کلا 3 امتیازی بازیمون چیه؟ اگه امید پایان بازی رو اعلام کنه، اینجوریه که امید تا آخر بازی هیچ سوالی نمیتونه بپرسه. اگه از کارت سنگ مفت کنجیش مفتش استفاده بکنه میتونه یه کلمه رو حدس بزنه، چون داره خودش سوال میپرسه دائما دیگه. خب حالا فرض رو بر این بگی که امید سنگ مفت کنجیش مفتش رو بزنه و یه کلمه اشتباهی رو بگه. خب ما قاچش با میشه. نه نه ادامه بازی رو همینجوری می‌ریم تا موقعی که تو حدس بزنی تا آخر بازی. امید یه ابیلیتی دیگه داره، اینه که بگه که آقا پایان بازی. وقتی پایان بازی رو اعلام کنه یعنی رسیدیم به ته سوالا، امید فقط میتونه حدس بزنه. اگه امید اشتباه حدس بزنه 3 امتیاز منفی میگیره. اینجوری تازه میتونید مساوی بشید، 0-0 بشید، بعد تازه یه دست. من اگه پایان بازی رو بزنم اشتباه حدس بزنم 3 امتیاز منفی. 3 امتیاز منفی میگیره. خب نمیزنه که اینو هیچ وقت وقتی سه تا جلوه. حالا یهو دیدی لات بازی در بود زد. آخه 2 کلمه ایه. مال این حرفانی بخواد اینجوری بزنه. شاید مثلا بخواد 3-0 اول بازی 4-0 رو ببره، اونجوری این کار انجام. باش. من کلمه رو انتخاب کردم. اولین پایان بازی رو بزنم خودم همون یه امتیازم کلا. خود یه امتیازی دیگه آره. ولی خب یه کاری می‌کنه که پارسا امتیاز نگیره دیگه. اوکی. پس نمیزنم. نمیزنه مال این حرفانی. برو بریم 3-2 اولین سوال. جانداره یا بیجان؟ میخوای همه رو نگرد 6 بار بپرسیم. بیجان است. اشیاء یا خوراکیه یا پوشاکه؟ چه خبرته؟ خبری نیست. سلامتی. هیچ کدام. خوشم اومد. هیچی نی پس. آیا یک اسمه یا یک اسم سازمانه یا اسم یک مکانه؟ چه ربطی اینا به هم داره آخه؟ خب اسم شاید باشه، اسم سازمان، مکان. نه هیچ کدام. هیچ کدوم. جزو چه دسته‌بندی هستش؟
خیلی داری لاس بازی در میاری سوال. من کلا اینجوری بازی میکنم، خب خیلی قویم. آره. سوال 4. این در دسته‌بندی فرآیندهای سینمایی و تلویزیونی قرار می‌گیرد. دستبندی در دسته‌بندی فرآیندهای سینمایی سینمایی و تلویزیونی قرار میگیرد. چپ کسه. سینمایی و تلویزیون. وایسا من شاید آها، حدس بفهم. بزنم. حدس بزن از حدس نه بزن. حدسی نه. آیا اسم یک ژانر سینماییه؟ ژانر دیگه چه کوفتیه. نه، اینطور نیست. سال اینطور چنده نیست. دارم اینجوری میپرسه. سوال 5 سوال پرسیدم. پنجمه. این الان سوال 6 میخواد. اون سوالی که گفتم جزء کدوم دسته‌بندیه رو یه بار دیگه جوابش برام میخونی؟ نه. گفتی جزء چه دسته‌بندی هستش؟ خب گفت این در دسته‌بندی فرآیندهای سینمایی و تلویزیونی قرار میگیره. بگو بابا. آیا یک اسم شبکه تلویزیونیه؟ سوال 6 بود. نه، اینطور نیست. اینطور نیست. به کدوم بخش دسته سینمایی مربوط میشه؟ من نمیدونم این چیزا رو، بلد نیستم. چیز ساده ایه. به بخش صداگذاری. صداگذاری. سوال 7 بود فکر کنم. به بخش صداگذاری. حدسمو بگم. بفهم. تو رو خدا چیزی درست بگو. دوتاییه دیگه. بله دوتاییه. استدیوی صدا برداری. صدا برداری. صدا برداری. بذار بگم سوال چند نوبت بود. 1 2 3 4 5 سوال 7. صدا برداری هم من نمیگم دستات خود. استدیوی چی میگه خب؟ استودیو نمیگم اصلا. استدیو نمیگه. نه. سینمایی مربوط به صدا. نمیدونم دقیقا. صدا. آیا اسم یک وسیله مربوط به ضبط صدا هستش؟ وسیله؟ گفت اشیا نیست. نه. من با این هم یادم نمیاد اینو. چرا گفت اتفاقا؟ گفتش جاندار یا گفت جاندار، بیجان؟ گفت گفت بیجان. بیجان. البته پرسید اشیا یا فلانه یا بساره، گفتش نه. بساره. بیجانه مثلا صدا بیجانه دیگه. سوال 8 بود. بزن میخوای کارت مربوط به فرایند ادیت کردن یه ویدیو هستش؟ دریوری. آیا در صنعت سینما و تلویزیون استفاده میشه؟ اون داره از سوال تو باید جواب. یه بار یه بار دیگه بپرسم. جوابش ندی. سوالاتو بعد متوجه شد به خاطر همون چیز که. آیا مربوط به ادیت کردن یک ویدیو هستش؟ می باشد هستش. امیدوارم متوجه بشه. بله، به طور خاص به تغییر سود در ویدیو مربوط میشه. سود؟ سود. پارسا مسخره بازی نداره، گوش بده چی گفته. اگه تونستید حدس بزنید سریع به من بگید. میتونم ازش بپرسم میتونه بیشتر بهم توضیح بده این قضیه؟ هر سوالی به بخواید نفع بپرسید. تو دیگه اگه چیزی. فقط هر کی سریعتر حدس داره آره. سریع بگه. گوش بده. این پارسا سوال دقیقاً. آخر که پرسیدم گفتی مربوط به تغییر صوت هستش، اینو بیشتر توضیح بده. سوالات قبلی متوجه نمیشم. اوکی حالا من کامل گفتم. تو دست دو بول. این فرایند به تبدیل صداهای اصلی یک ویدئو به زبان دیگر مربوط می شود تا مخاطبان دیگر زبانها بتوانند محتوا را بفهمند. حدس دارم. به اونی که صدا رو یعنی اینقدر واضح نمیتونی بگی. اسمش یادم رفت. تو که زبونمه. اونی که صدا رو نه همون مفهومی رو که گفتش میگم آره این دوبله کار دوبله وایسا. دو کلمه ای. دوبله برداری. دوبله
صدای دوبله. سوال دهمت بود. دوبله سوال صدا. آخر بود. اگه میخوای دو تا هم میتونی اضافه کنی. بابا تو میدونی الان قیافت اینجوریه؟ من من میدونم من نمیتونم سنگ بگم. مفت دارم. بابا خب بذار من بگم. حدسشو بزنه. نمیگم. چی بود؟ بابا بذار یه بار دیگه بخونم. آقا هیچی نمیتونی کمک یه کنی بار دیگه لطفاً. بخونم. من میخوام یه بار دیگه بخونم. یه بار من دیگه بخونم. این فرایند به تبدیل صداهای اصلی یک ویدیو به زبان دیگر مربوط می شود تا مخاطبان دیگر زبانها بتوانند محتوا را بفهمند. صدا گذاری، نه. دوبله برداری. دوبله فارسیه؟ تو که زبانش بود بنده خدا. دوبله هم گفته. باور کن من دوبله رو نمیگفتم تو نمیتونستی بگی. نه. واقعا؟ بله. خیلی خوشحال شدم. پارسا جان تسلیت میگم شما 4-0 باختی. بابا باز آقا لطفاً اینجای ویدیو این آهنگ دیریریرینگ دیرینگ پخش بشه. حتما. ممنون از حضور گرمتون برای این بازی که انجام دادیم. سخن پایانی های نمیتونم بگم اصلا میاد تو که زبونه، حالا به جای تو که زبون چیز دیگه میخوام بگم ولی نمیتونم بگم. فکر نمی‌کنی مشکل از بازی نیست؟ مشکل از بازیه. شما حرف نداری؟ بازی درجه 1 بود. مثل همیشه برنده بازی من شدم. مثل همیشه تو همه بازی ها. و این یه که کوری هم واسه هم بخونید بازی رو ببریم ان شاءالله واسه بازی بعدی. امیدوارم تو بازی‌های بعدی پارسا بره خوب تمرین کنه، بتونه حداقل یه امتیاز از من بگیره، یه ذره بازی واسه من جذاب‌تر بشه. شما چیزی نداری بگید در دیسبکش؟ باز خب 4-0. عیدتون امیدوارم که عیدتون مبارک. دست شما درد نکنه. تا بازی بعد فعلا خداحافظ. می‌بینمتون.